آیا به اندازه کافی شجاع هستید که یک افسانه ترسناک را امتحان کنید؟ بیایید بفهمیم. در یک شهر آرام، در لب یک جنگل تاریک، یک برج ساعت قدیمی و شکسته قرار داشت. افسانه می گفت که نیمه شب، ساعت 13 بار زنگ می زنند و هر کس صدای آن را بشنود، بی هیچ ردی ناپدید می شود. یک شب، گروهی از دوستان تصمیم گرفتند این داستان عجیب را آزمایش کنند. لحظاتی قبل از نیمه شب، آنها در برج ساعت جمع شدند. خنده‌هایشان اضطرابشان را پنهان می‌کرد. ساعت 12 را نواخت و آنها زنگ‌ها را شمردند. 1، 2، 3 تا 12. آنها با خیال راحت نفس راحتی کشیدند و فکر کردند که این فقط یک افسانه است. اما بعد زنگ 13 هم در شب طنین انداز شد. دوستان با وحشت به یکدیگر نگاه کردند، در حالی که باد سردی از میان برج می‌وزید. یکی یکی شروع به ناپدید شدن کردند. فریادهایشان توسط تاریکی بلعیده شد. صبح که شد، برج ساعت دوباره ساکت ایستاده بود و دوستان دیگر هرگز دیده نشدند. آیا فقط یک افسانه بود یا چیز بیشتری؟